سلام برای عکس خفن، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی خیلی خفن دیگه. امروز اومدیم بعد از مدت‌ها یه چالش خیلی خفن رو داشته باشیم. قراره که با داداشم یک چالش خیلی خفن و بیچاره کننده رو برگزار کنیم. قراره که ببینیم کی میتونه مقدار آب بیشتری بخوره و برنده میشه. و قراره این شیشه های آب رو من که داداشم ببینیم کدوم زودتر میتونه شیشه آبشو بخوره. رضا شما کی میبره؟ و قبل از که این سراغ این ویدیو خیلی خفن، لایک و دنبال زنگوله یادتون نره، کانال سابسکرایب کنید و زنگوله کران کنید. آره دیگه بی معطلی برو بریم سراغ این ویدیو خیلی خفن. Let's go. گایز خفن بریم. خب زمان هم که بالا اینجا میاد با رکوردهایی که میزنیم، مثلا هر زودتر شیشه آبش بخوره زمانش بالا میاد که تو چند ثانیه بخوره. خب آماده این؟ بریم که مسابقه رو شروع کنیم. 3 2 1 فرصت زیاده. خب بریم برای بقیه‌اش. خب ببینیم که بیشتر بوده. من نظر بیشتر خوردم. خندم. خب بریم تو کارش. خیلی سخته، چطور اینو بخوریم؟ ولی میریم به خاطر شما اینو میخوریمش. خداش بفهمیم چقدر خوردیم. خب اندازه همه دیگه. نه راست میگی؟ عجب. یکم داداشم خوب شه تا موقع من میخورم. داداشم یکم خوب شه. خیلی سخته. من اینقدرشو خوردم. آره دیگه داره به نصفه میرسه. فکر میکنم برنده این چالش خودم باشه. داداشم از الان بخورش. خب داداشم از همینجا تسلیم میشه و خودشم میاد بالای صفحه. خب بریم برای من. خیلی چالش سختیه. یه شیشه آب، یه شیشه نوشابه رو پرشو بخوری. اصلا خنده نداره. وای دلم ترکید. داداشم میخواد بخوره. بریم. خدا من باید کل اینو بخورم. یه لیوان دیگه بیشتر نیست. داداشم اینو بخوره دیگه پاره میشه. عجیبه. حالم با هم خورده سیگاه. حالم با هم خورده. اینقدر بود اینقدرشو خوردیم. باریکلا با ما. آقا نمیتونیم سر بخورم. فقط یه ذره دیگه است. یکی هوششون بود. نمیتونم. حالا باید شد همین ذره هست. همین رو بکنی دیگه برنده چالش میشه.
تموم. برد امیر. خب دست بزنیم پاشون. خب و من کل شیشه آب خوردم. خب کل شیشه آب خوردم و داداشم اینقدر خورد. نکن داداش دیگه. و داداشم اینقدر خورد تا اینجا. و من برنده چالش شدم. افتخارم. و آره دیگه این از چالش ما از بعد قراره چنل رو بهتر کنیم با کلی ویدیو بوم و خفن همراه با داداشم و بود از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و خوشتون باشه. تا ویدیوی بعدی فعلا بای بای.